یه آینده تاریک، یه تکنولوژی پیشرفته و یه سوال همیشگی: آیا ما تکنولوژی رو کنترل میکنیم یا اون ما رو؟ اگه اهل سریال های فلسفی، تکنولوژیک و گاهن روانپریش کن هستی، محال اسم بلک میرر به گوشت نخورده باشه. یه آنتولوژی پر از اپیزودهای مستقل که هر کدومشون مثل یه چک‌افزاری تو گوش من و امثال منه که هر روز داره اعتیادمون به تکنولوژی بیشتر میشه تا شاید یکم آدم شیم با دیدن این سریال. حالا فصل هفتم بعد از یه فصل تقریبا میشه گفت ضعیف برگشته و دوباره اومده با مغزمون بازی کنه. این فصل 6 اپیزود داره که خیالتون راحت مثل فصل قبل تو در و دیوار نیستن. کاملا مربوطن همه اپیزودا به تکنولوژی و اینکه برای اولین بار میبینیم که ادامه اپیزودهای معروف قدیمی هم اینجا برای ما ترتیب دادن. یعنی چی؟ 2 تا اپیزود از این 6 اپیزود ادامه 2 تا از اپیزودهای معروف فصلهای قبلن. یکیش که ادامه غیر مستقیم بندرسنچ، اون اپیزود معروف هست که خودت میتونستی داستان سریال رو عوض کنی. خیلی ایده خلاقانه‌ای هم بود به نظر من، اما اپیزود خیلی خفنی نبود. اما اپیزود آخر که خیلی توی تریلرها و تیزرهای سریال روش مانور داده بودن، ادامه مستقیم یو اس اس کالیستر که قسمت ابتدایی فصل 4 بود فکر کنم و خیلی هم ترکون. اما من با این اپیزودا کاری ندارم، نقدی هم نمیخوام بکنم این فصل رو. دوستان دیگه این کار خیلی بهتر از من انجام میدم براتون، میتونید برید ویدیوهای اونا رو ببینید. امروز من میخوام در مورد اپیزود مورد علاقه‌ام از این فصل صحبت کنم. یولوژی اگه اسمش رو اشتباه تلفظ نکنم، قسمت یکی مونده به آخر این فصل بود که معنیش میشه یه چیز سمایه‌های مدح کردن یا ستایش کردن. حالا با معنیش کاری نداریم، ولی واقعا از اون قسمت‌های بلک میرر بود که وقتی تموم شد من اینجوری مونده بودم. چقدر احساسات، چقدر فکر و چقدر بازی و روایت خوبی دیده میشد توی این اپیزود به خصوص به نظر من. همراه من بمونید، میخوام خیلی مختصر در مورد قسمت 5 از فصل 7 سریال جذاب بلک میرر یا آینه سیاه صحبت کنم. طبق روال سریال توی چند فصل گذشته حداقل یه بازیگر معروف توی هر اپیزود میبینیم ما. خب توی این قسمت برداشتن پل ژیاماتی رو آوردن که اگه نشناسیدش میگید بابا این چیه، به درد نمیخوره این صحبت ها، ولی وقتی میشینید پای بازیش، واقعا دارم میگم اینو، پشماتون میریزه. این بازیگر 2 تا نامزدی اسکار داره و فقط میتونم بگم بعد از دیدن این اپیزود نظرتون در موردش عوض میشه. این قسمت کلا 2 تا بازیگر داره که دیالوگ زیاد بینشون رد و بدل میشه. بازیگر دیگه داره ولی خب اصل کاری همین 2 نفرن، آقای پل ژیاماتی و یه خانم دیگه که مهم نیست خیلی. اینم بگم که من فرض رو گذاشتم روی این حساب که شما این قسمت رو دیدید، پس طبیعتا اسپویل هم خواهیم داشت کمی تا حدودی. سعی میکنم خیلی اسپویل نکنم ولی خب لو میره دیگه جاهایی داداش، برو ببین بعد ببین. خلاصه کلا 1-2 تا بازیگر داریم اینجا که یکیشون خانومه و تو در و دیوار کلا همونطور که گفتم. اون یکی آقای پل ژیاماتیه که رسما با زبان بدنش میتونه کاری کنه اشکتون در بیاد آخر این قسمت. این قسمت در مورد مرگ یکی از دوست دختره خیلی قدیمی آقای پل ژیاماتیه که اینجا اسمش فیلیپه که خیلی هم دیگر دوست داشتن ولی به دلایلی رابطهشون به هم میخوره و خب دختر این خانوم داره خاطرات کوچیک و بزرگی که هر کسی از مادرش داشته به صورت یه دیتای صوتی یا تصویری جمع میکنه تا توی مراسم ختم اون خانوم به نمایش بذاره. خب ایده بسیار خفن و بکر بود به نظر من. یعنی شبیه یه همچین چیزی ما داشتیم توی همین سریال، مثلا که از رو خاطرات یه نفر یه رازی رو پیدا میکنن یا یه قاتلی رو پیدا میکنن و همون داستان آخرش یه تویستی میشه که پشمای ما باهاش بریزه. ولی تا حالا از این زاویه من حداقل ندیده بودم کسی بهش بپردازه. چرا اینقدر برام جذاب بود؟ خودتو یه لحظه بذار جای این آدم. خب معشوقت، همسرت، دوست دخترت،
دوست پسرت، حالا هر چی توی زندگی یه نفر بوده که خیلی دوستش داشته باشی و با بقیه فرق میکرده دیگه. خب اگه نبوده که دارید زر میزنید، هم تو زندگی هممون یه همچین آدمی هست و بوده. خب به هر دلیل رابطتون تموم شده یا در آینده قراره تموم بشه. خب اونایی که هنوز تموم نشده رابطه‌شون، این اسپویل میکنم براتون که قرار رابطتون به فاک بره داداش، به هر دلیلی. سالها گذشته از این اتفاق و تو پیر شدی و دیگه حتی قیافه اون آدم هم یادت نمیاد. خب اینقدر از دستش کفری بودی که برای فراموش کردنش تمام عکساشو از بین بردی و ناخودآگاهت هم داره خاطرات اون شخص رو بلاک میکنه که تو کمتر اذیت شی و این یه چیز علمیه و واقعا اتفاق میفته. حالا این خبر ناگوار از طرف خانواده اون آدم بهتون میرسه که آقا این خانم فوت شده، ما یه بسته براتون میفرستیم که یه تراشه توشه. اون تراشه رو شما وصل میکنی به گیجگاهت و سعی میکنی خاطره اون آدم رو زنده کنی و به یاد بیاری و در واقع اون تراشه کاری میکنه که عیناً اون خاطره رو ببینی یا صداهای اون لحظه رو بشنوی یا حتی مثلا اگه عکسی چیزی هستش اون رو به صورت سه‌بعدی در میاد. خیلی باحال بود خدا وکیل. به صورت سه‌بعدی در میاره، شما میری داخل عکس. خب پشمام. خب پیشنهاد جذابیه. شما پیر شدی، هیچ سرگرمی هم نداری، تنها هم هستی و دوست داری یکم هم خاطره بازی کنی. اولش با خاطرات سبک شروع میکنی ولی هی کم کم جزئیات یادت میاد، هی یادت میاد. دلیل دعوا، دلیل تمام شدن رابطه، دلیل رد کردن پیشنهاد ازدواجت و بالاخره دلیل خیانتت یادت میاد. همش یادت میاد. میدونی؟ اما یه چیزی رو مخته که هنوز نمیتونی به خاطر بیاری. چهره اون آدم هنوز یادت نیست. در واقع چهره عشق زندگیت یادت نمیاد. ناخودآگاه تو نمیذاره با دیدنش دوباره اذیت شی. ببین اصلا محیطم سیخ شد. پشم. این اپیزود حالا جدا از این که خیلی بد نمیگفت از تکنولوژی و نگاه سیاه و سفیدی نداشت بهش و به نظر من نگاهش خیلی واقع بینانه تر بود به یه همچین داستانی، وقتی تموم شد من فکر میکنم قشنگ نیم ساعت همجوری داشتم فرش رو نگاه میکردم. یعنی از شدت ریختن کرک و پرم همینجوری خیره شده بودم به فرش. امیدوارم وقتی سنم رسید به همون حدودای 60-70 سالگی حسرتی که توی نگاه فیلیپ بود رو تجربه نکنم، چون یکی از فوبیاهامه. برای اولین بار دارم اینجا میگم. خیلی چیز ترسناکیه. واقعا دوست ندارم جای این آدم باشم تو اون سن و این قسمت از اون قسمت‌های بلک میرر بود که همه چیز خیلی ملو پیش میرفت و چیز ترسناکی هم نبود توش که شما هیجانی بشید یا یه تکنولوژی یا مثلا یه تکنولوژی ببینید که مثلا بتونید اذیتتون کرده باشه یا باعث اذیت شخصیت هستی شده باشه که بخواید بهش فوش بدید. ولی دقیقاً بعد از تمام شدنش و همزاد پنداری که بخواید یا نخواید اتفاق میفته براتون، ترس وجودتون میگیره، دست خودتون هم نیست. ببینید هممون پیر میشیم و خیلی همون به عشق زندگیمون نمیرسیم و جالب خیلی همون سر هیچ و پوچ مثل فیلیپ رابطمون رو به گاه دادیم. یه خورده فکر کنید کسایی که دوست داشتید چجوری رابطتون سر چیزای کس و شر به هم خورده. خیلی عجیب بود. من که دو تا چیز رو بهتون بگم. تجربه دیدن این قسمت با پارتنرتون خیلی قشنگ‌تره به نظر من. درسته که استرس عجیبی به من داد در انتها، ولی خب شاید یکی از دلایلش این بود که من تنها دیدمش. به هر حال توصیه‌ام اینه که با یار بشینید ببینید تا آدم شید جفتتون. لایک و سابسکرایب و این صحبت‌ها رو هم حالا شید بکنید. صفا باشه.